ما در اینترنت شما رو با دو نام میکوبیم، یا اینکه شما رو با دو نام مینویسن، عبدالمومین و عبدالمومین. کدومش درست است؟ خب نام من عربی است و درستش عبدالمومین است، اما همین خیلی شده که زمان شوروی در همه حجت ها من عبدالمومین ثبت شدم و همین عبدالمومین ماند، دیگر این عوض کرده نشد. خب صفحه اینترنت اینا که آزاد است، بعد من خودم چیگونه گرفتم و عبدالمومین کردم. هستم درستش عبدالمؤمن است. گفتم خیلی اقلا همه لیه بارز کنم، عبدالمومین کردم. وقتی که ناتوان و عاجزی، این چی معنی داره؟ شما در اینجا گفته در یک اینترنت هرچند به قول بعضی دوستان از نوشتن هم هیچ فایده نیست، با وجود می نویسم اگر این روز فایده نآورد فردا خدا خواهد می آورد. بنده با امید است این دقیق است که فرزندان ما مثل ما نخواهند شد. این را شما گفتید. من میخواستم بفهمم که فرزندان شما، ما گفتم جامعه در نظر داشتیم، برای چی مثل شما مثل ما نشوند فرزندان و آنها باید چگونه باشند؟ خب من هرچی گفتم از تجربه روزگار گفتم، از اون چیزی که خواندم و شنیدم و دیدم. وقت همه وقت در حرکت است، در گردش است و این وابسته با ما نیست و هر نفر زاده زمانی خود است، وقتی خود است و هرچند بسیاری ها کوشش کردند که فرزندانشان مثل خودشان شوند، اما نشد. این چیزی واقعی است و به همین خاطر حتی بعضا من خودم مثل خودم نیستم، کجا فرزندی من مثل من شود. این حقیقت به بحث است. بله این حقیقت به بحث. و یک چیز ناروشن میماند، یعنی باید فرزند شما، فرزند اون نفری که در جامعه زندگی میکنن، یعنی بگیم از 15 سال بالا همون نفر باید چگونه باشن به فکر شما؟ چگونه شوند؟ ببین بسیار میخواستم انسان باشن، انسان شوند. همین انسانی واقعی که شدن دیگر همش میشوند، با شرطی اگر کوشش کنن، عمل کنن، حرکت. انسان باشن. بله اول انسان. وقتی که نمیگویم عیب کیست، شما گفته از همان روزی که به تئاتر اجباراً آوردن بیننده شروع شد، تئاتر بیننده خود را از دست داد. اجباراً به تئاتر آوردن خوانندگان، دانشجویان، اون تماشابین تئاتر در ما مونده است. دلخواه استاد همون مسئول می‌دارد اولیتای دانشجویان و 20 چیپتا می‌دهد از فلان تئاتر بوده و از سر هر چیپتا باید 5 رو جمع کنید. همین است. همین عیبی که هست. خب عیبی هممون. بله عیبی هممون از ما سر کرده تا به اون بالا و گپ در کجا که اون تشکیل کننده ها و متصدی ها و صاحبای فرهنگ. این سالهای 80 زمان شوروی سر شد این کار. نمیدونم به سر کسی آمد، من در همه مقاله رو آمد، من نوشته بودم به سر کدام یک مرد آمده که شخصی آمده این کاری بسیار بسیار خطا را شروع کرد. یعنی مردم خواست اجباری با تئاتر آورد. ها تئاتر هم مثل انسان است، یکی مریض است، یکی سالم است، یکی وقتش خوش است، برعکس است. تئاتر هم همین است و همون وقت شاید یک بحرانی شد که بحران هنری شد که مردم شاید کمی از تئاتر دور شدن و اینها باید چی فکر کردن؟ مردم که نمیاد اجباری باید آریم با تئاتر مردم. جایی که هنر سیقل دهند، جایی که نمایش های خوب کنند، اینها این کار کردن و خطای بزرگشان هم در همین بود و این روز ما همون زهری این روزه رو میچشیم تا حالی که خیلی قاتل شد. یعنی مقصد اگر همه جمع کنیم یک جمعه میباید و جایی که همون وقتی که ما داریم خودمون رو تکمیل دهیم در آوردن دیگرها ما ولی در فکر دیگرها، در تکمیل دادن دیگرها گویا که شدیم. ما باید خودمون هنری خودمون، تئاتر خودمون
کار خودمون رو باید تکمیل میدادیم که مردم خودش آید و بعد یک قانونی هست هیچ کار اجباری هیچ وقت خوب نشده است، خصوصا معرفت، عقیده، معنویات. چی باید کرد که از همین زهرچشی، از همین بسیار حالت بد ما براییم؟ و دست کشم از ایباران آوردیم مردم. شاید 5-10 سال تئاتر رو بله سخت عذاب میکشن اما عاقبت بس خوب میشه. یعنی حاضر وقتی هست که 5 سال آینده را ما عذاب کشیم لیکن آینده ما خوب شود. بله. اگر این کارو نکنیم هیچ وقت تئاتر بیننده خاصی خدا پیدا نمیکنه. هیچ وقت در هیچ زمانی من چندین بار گفتم تمام مردم مخلص تئاتر نبود و تئاتر نمی آمد، خاصه ها می آمدن و ما باید برای خاصه ها کار کنیم. ما گفتم من خودم تئاتر رو در نظر دارم. نمایش هایمان درجه هنری برای همین مردم باشن، مردمی که اهل کتاب، اهل فرهنگ، اهل علم، اهل معنویات، یعنی زیایی به اصطلاح، برای اونها و ما باید کاری کنیم که اونها به تئاتر بیان. یعنی اودیتوری خودمون ما باید پیدا کنیم و کار کنیم. با فکر شما یک جوان نمونوی و یک کلانسال نمونوی باید چگونه باشند؟ همین سوال از کجا پیدا شد؟ در حالی که همگان میگن که چه به جوانان کتابخانه نمیروند، چه به جوانان تئاتر نمیروند و شما در چند اینترویوتون گفتید که بیاید یک بار ما کلانسالان بگید. یعنی فقط جوانان رو میگن کلانسالان هستن، تئاتر نمیان، کتاب نمیخونن. مادامی که شما از اون طرف بوده بگید که یک کلانسال نمونوی باید چگونه باشد و یک جوان نمونوی باشد. خب هم جوان هم کلانسال اول اینکه انسان باشن، انسان واقعی باشن و بعد صاحبی علم باشن، معرفت باشن. همین از جوان و کلانسال. ولی علم و معرفت، خیرات، اینا همش با هم پیوندن و اینها که داشته باشه انسان هم میشه. خب با خیرات البته نمیتونیم که ما علم داشته باشیم اما انسان اونقدر انسان خوب میتونه نباشه. لیکن وقتی علم و معرفت و خیرات این چیزها هم با هم میشن، همین چیز باید انسانی واقعی باشه. وقتی که گناهی دو طرف میگه این معنی داره. شما گفته من سببی از تئاتر دور شدن بیننده را برابر میبینم. اگر نصف جامعه گناهکار باشد، نصف دیگر تئاتر گناهکار است. بله. بیاید همونا را ما حاضر ساده حق میبینیم که گناه تئاتر در کجا است، گناه جامعه در کجا است. زیرا که گناه ما باید دو تقسیم کنیم. خب من جامعه امروزه در نظر دارم. بدبختانه ما یک دوره بسیار سخت از سر گذراندیم. این همون نابسامانی های، همون نافهمی های داخلی سالهای 90 بود که هم از نظر اقتصادی و معنوی و اجتماعی بس از همه چی ما ضرر دیدیم و امروز ما باز هم میگیم که همون چی شربتی همون چی رو میخوریم، تلخی همون چی رو میخوریم و من در نظر دارم با خاطر چی در دو طرف تئاتر هم یک قسم جامعه است و خواهی نخواهی و همون مجرا روان است که جامعه. اما من برایش در دو طرف گفتم که ما حق نداریم با جریان جامعه رویم. ما باید جامعه را از پس خود بریم، نه اینکه با جامعه رویم. نه اینکه با این جریانی که با اون رویم، بلکه ما کوشش کنیم که جریان با خود بریم. یعنی فرهنگی های من در نظر، اهل ادب در نظر دارم. یعنی ما حق نداریم با اندیشه مردمی عام اندیشه کنیم. بله وادار کنیم که بالاتر اندیشه کنن، یعنی اول اندیشه کنن و به این خاطر من گفتم وقتی که ما سطح نمایش های به سطح مردم میاریم، مردمی عام، مردمی کوچه در نظر دارم من، مردمی به اصطلاح مردمی کوچه و مردمی بازار میاریم، این علاقه باخت ماست، این علاقه عیب ماست. و بعد برعکس اون مردم به اینجا آوریم. یک زمان شورایی بود که تئاترهای نزدیک به کوچه براره، به مردم براره. این معنی آن نداشت که ما برآمده کوچگی شویم، بلکه مردمی کوچگی تئاتر کنیم. ما امروز کمی کوچگی شدیم و عیب ما در همین است. عیب جامعه در آن است. دو طرف من گفتم در آن که وقتی مردم از کتاب دور شد، از دانش، از خواندن دور شد، کجا درباره تئاتر حرف
کجا تئاتر آینده؟ استاد ما شما رو در نقش‌های منفی بسیار کم می‌بینیم. این نقش منفی بازیدن به چهره‌تون سازگار نیست یا اینکه شما خودتون خواهش میکنید که برای شما نقش منفی ندید؟ من حق خواهش کردن ندارم، من حق انتخابم ندارم. خب این کار کارگردان است و من در یک مصاحبه بود در چیزی گفته بودم که شاید از کم بودن هنری من است اونا من نمیبینن در این نقشه. هرچند که من بازی اجرا کردم نقشه بعد یک تا فیلم باسکی بله اونجا خیلی خوبکت بدم اونجا بازی کردم. خب در تئاتر هم نقش خائن شاید بازی کردم. خب این انتخاب کارگردان است. مادامی که اونا در نقش بعد من نمیبینم پس این کمبودی من است. این وظیفه هم است که من باید همه کار همه نقش اجرا کنم و کارگردان در همه نقش من ببینم. وقتی که گناه بودن مفهوم رو میگیم اما نمیگیم که باید کیست. این همین معنی داره. شما گفتید نمایشنامه‌هایی هستند که آنها رو نمایشنامه گفتن گناه هست. بله. بسیار میخوایم بدونیم که همون کدام نمایشنامه هستند که برای نمایشنامه گفتن ممکن نیست. ببین عزیزم حاضر اگر من هر نمایشی که درباره نمایش حرف زنم خواه تنقید کنم خواه تعریف معنی دیگر میگیره چون من خودم چی گویم آدمی همین کسب هستم. منو نادرست میفهمن یا میگن پشتیبانی کرد یا میگن بخیلی کرد یا چی کرد یا آن کرد و اصلا رشد تئاترهای دنیا در مخاطب آن است در بیننده آن است و ادبیات هم همین. خب اینا چندی با من نوشتم و گفتم هات گفته است یا که گفته میگم با قولی که درجه ادبیات هر ملت وابسته است به درجه خواننده ای و تئاتر هم عیناً همین است. به این خاطر کاش مثلا همین نمایش‌هایی که این یک بار با دقت نمایش‌های تئاتری تماشا کن بعد خواهی فهمید که کدام نمایش هست کدام نمایش گفتن. من حتی نمایش‌های هست که من دیدم قریب گریه می‌کردم. کلاً زیدی فرهنگ تاجیکی بود کلاً زیدی ملت تاجیک بود ننگی تاجیکی رو می‌آورد اما نمایش هست. چیکار کنیم؟ قبول کردن این نمایش. این نمایش دست نمایشنامه قبول کردن نمایش قبول کردن. این نمایش‌ها رسما می‌رود. من کیم که اونا رو من کنم؟ من فقط داد میگم از پس دیگر هرچه این منی نیست دیگه که دیگه چیکار کنیم؟ زندگی اکتوران خارجی رو دیده مثلا سطح زندگیشون رو گنرال‌هایشون رو خانه و ماشین و دارایی‌هاشون رو شما دیده حسد نمیبرید که چرا ممکن نیست؟ حسد این دونه مدل به حسد ارزنده است. خب هر چیزی که هست شکر. حاضر مثلا در همین کسب من زندم در همین کسب. خب حال من زندگی کردم اینا با تو صحبت دارم در وطن خود همین بس دیگه چیکار کنم؟ وقتی که نافهمی پیدا میشه خب در ما یک عادت بسیار بد است همچنان که در نمازهای عید از مساجد ما پلان میخواهند یعنی باید نقشه را بود کنم میگردن یکسمان گفتم و یوران تئاتران همین گونه پلان دارن و شما گفتید وقتی که نقشی مالی تئاتر برداشتن تئاتر به بازار تبدیل یافت. حالا مقصد تئاتر همین نقشه پولی رو اجرا کردن است. دیگر هنر درجه دوم و سوم چندمین شد. در هیچ دولت دنیا چنین نشده است که تئاتر منبع درآمد قرار گرفته باشد. تئاتر منبع معنوی بود. یگان دولت دنیا این کارو نکرده است. همین گونه است. یعنی شما در درون تئاتر شما کارمند تئاتر سالهاست یگان عکس العمل نشون میدید که همکسبان شما هم که همین کار باید نباشه. یعنی از درگاه معنوی پول طلب کردن پول گرفتن از درگاهی که از بیننده‌اش رو اجباراً با 5 سومانی میارد پول گرفتن. ببین خب کاری ما کردیم مثلا اعتراضی من همین مقاله است که من نوشتم از دست من همه قدر کار می آمد گفتیم همه میگویم همه ریزا نیست در این کار مثلا
تصور کن مثلا نقشه مالی تئاتر 300 چند هزار، 380 350,000. خب همین خدمت بله 350,000 سامان بله در یک سال. در یک سال. و ببین جای نشست تئاتر ما حدود 220 نمیدونم همه قدر جاست. تصور کن 220 جا کتی ما اگر هر روز نمایش مانیم حساب کن ما باید چیکار کنیم؟ ما باید هر روز 2-3 نمایش بذاریم. من نمیدونم چیکار کنیم. ما باید هر روز سفر بریم که این نقشه پولی اجرا کنیم و بدبختی در اون است که این نقشه پولی نقد نیست، خرید. و بعد عجایبی کار در این که اون زمانی که این نقشه ها نبود ما همون خیلی زیستیم. حاضرم این نقشه ها وقتی تصور کنید 60,000 نقشه پولی تئاتر بود، حاضر 380,000 شد. حالی تئاتر از اون بدتر شده بهتر نیست. معاش همون معاش، شرایط همون شرایط، امکانات همون امکانات. پس چی لازم بود این بالا براره؟ این از کشور یک 4-5 سال پیش بود. این وزارت فرهنگ اون کار کرد. 4-5 سال پیش 60,000 تومانی بود. 4-5 یا 7-8 سال پیش بله. همین بله این سالهای 12-13 هم خیلی فکر می‌کنم هم وقت‌ها شد. 13-14 هم از 5 سال اون طرف. بله همین 13-14 2013-14 این کار همین. یعنی همین. بله این همین از دیگر چیکار کنه؟ حاضر مثلا تئاتر در فکر آن است که یک نمایشی آماده کند که آدمش کم باشد، خراجاتش کم باشد، امکانیتش بیشتر باشد که سفر روند، نقلیات خردتر گیرند که سوزشواری کمتر رود. یعنی همه کار کنیم. دیگر هنر نیست، خب چی بگم، تربیت فرهنگی نیست، معنویات نیست. یک کاری کنیم که رویم اقلا نقشه پولیمون، چون که اگر نقشه پول اجرا نشود تئاتر گم میشه، راهبریت گم میشه و هوش فقط در اجرای نقشه. یعنی دیگر مقصد باید ما پول بگیریم سپاریم تمام دیگر. اگر از دستتون آید یعنی شما نفری تاثیر رسان در جامعه شدید، اولین پرابلمی که در جامعه ما است و آن را شما حل کردن میخواهید کدام است؟ خب اگر درجه فرهنگ جامعه را بالا برداشت، علم فرهنگ همین حل. بله. وقتی که اهل فرهنگ و زیا با هم سازش کردن نمیتونن. شما یک جمله خوب گفتید دوستان. ما با روزنامه‌نگاران، نویسنده ها، با عالم ها مناسبت خوب نداریم. وقتی دعوتنامه میبریم که مرحمت رایگان و تئاتر آید، همین فرهنگی ها نمیآیند. یادم هست چند سال پیش تمام خبرنگاران، کارمندان روزنامه ها را خودم شخصا دعوت کردم. زنگ زدم که در ما باز است، مرحمت تشریف آورید. اما تنها 20% آمدند و خلاص. ما نیز اینها را همون گونه که قبول دارن ما همون ما را قبول میکنیم. یعنی یگان راه سازش نیست. ببین عزیزم، این وابسته است به معنویات جامعه. من نمیدونم، شاید ما جامعه امروز کمی عذاب میکشیم از جهت معنویات. ببین این فقط در ما نیست. امروز من در کدام یک مصاحبه بود، نمیدونم مقالم گفتم هر کس در دیگ خود میجوشد. بله، هر کس در دیگ خود میجوشد. تئاترها با خود، مثلا آوازخوان‌ها با خود، روزنامه‌نگارا با خود، عالم‌ها با خود، نویسنده‌ها با خود، شاعرها با خود، نویسنده با خود. یعنی خریب یکدیگر رو نمیدونیم. ها یک چیزی رسمی شود میاییم گویا که ما با همیم، گویا که ما از اونها بله با خبریم. ها این یک بار نبود، من چند بار بود که تئاتر در کشاد گفت که دری باز است، مرحمت به نمایش. و بعد نمایشی خوبم، نمایشایی که از جشنواره‌ها چندین جشنواره چندین جایزه ها آوردن، دری باز کردیم، گفتیم مرحمت بیایید. و عجیبش داره که همین اهل زیا و فرهنگ نمی‌آیند، اهل ادب نمی‌آیند. ما مشکلی بسیار داریم با همون نفرانی که زیادتر لاف میزنن بیاید تئاتر ببینیم، بیاید کتاب بخونیم و اما متاسفانه خودشون نمیآیند و با بالای این همین صفی همین گونه آدم‌ها باز زیاد شده. ببین اگر تئاتر اصلا زنده است با مناقب،
ما منقد نداریم. خاصی در تاجیکستان شاید یک منقد ما داریم. از اون که من میدونم یک منقد است. منقد تئاتر محمدرضا تبر که اونم بیچاره یک خود در این میانه این آب چیکار میکند و دیگر نداریم. ما کجا درباره هنری تئاتری گفتیم و در کجا مثلا ما درباره نمایش اصلی هنری گپ زنیم وقتی که متخصصی نداریم که اون بیند و قبول کنه. خطاگوی ما رو بگم. بله اونا باید خوبی بدی نمایش گپ زنیم. ما کجا درباره این حرف زنیم؟ برای هر کسی خواهد چیزی خواهد می‌نویسد. نمایش من چندین بار در مقاله‌ای بود که این نمایش در تاریخ تئاتر تاجیک اولین این نمایش نابغه، این دست نابغه، نادیر، این فلان و بیسمدان و بعد میبینی نمایش هم میبینی یا خدا بوی از این چیزها نیست. بعد میگه کی نوشته؟ بعد میبینی که یا همون رفیق خودش نوشته یا همشهریش به اصطلاح نوشته است یا همون هم طبقی خودش هم گرفتن. از چی؟ از بی‌صاحبی و فضای هنری کسی نیست متخصص نیست، هر کسی چیزی خاص نوشته، چیزی خواهد می‌نویسد. این شاه اثر، این شاه کیمچی می‌نویسن در حیرت می‌مونی. ندید دست دیگر نمیشه که درباره تئاتر می‌نویسد همون نفره رو تئاتر می‌گیرد یا تنقید می‌کنه یا تعریف می‌کنه. بیپرس که چند نمایش تئاتر دیدی؟ من چندین بار این واقعه شد در برنامه‌ها می‌کنم. بعد می‌پرسی که برادری روزنامه‌نگار تو چند نمایش دیدی که برنامه تئاتری می‌کنی؟ 2 سال آخر رفتی نمایش کردم. من همه خیلی واقعی هم شده بود. 2 سال آخر کدام تئاتر رفتی؟ یگان تئاتر نرفته است. اون تمام هنرمندای جمع کرده نمایش می‌سازه درباره تئاتر هنری. اهل اویلا از شما تئاتر می‌بینید؟ چند وقت آخر نمی‌آمدن ولی می‌آمدن بعداً می‌آیم. شما گفته همین حالی که امروز هست خدا نگه دارد. من باز میگم که جسم مریض شد تبابت نکنی به نیستی میرود. امروز تئاتر همان جسم مریض رو میماند. اگر همین حال باشد تئاتر از بین میرود. ما باید پیشگیری کنیم. شما بگید که با کدام داروها و سوزانداروها همین مریض رو همین تئاتر حالی که دارد با پا خیزاندن ممکن است؟ اول اینکه نقشه تئاتر اون پولی را باید کم کنیم کلا. دومی که توجه باید به تئاتر زیاد شود و من برای اون نمیگم من کار کنم تئاترم. تئاتر یک شاخه فرهنگ است. خب هممون میدونیم که فرهنگ هستی ملت است و خب اینم باز گفتم که هیچ ملتی به گرسنگی و به وبا و به جنگ و جدال به آفت‌های چی کلا نیست نشد مگر از بی فرهنگ. ملت ها از بین رفت و قبل قیر شدن اما نیست نشدن. یکی در بی فرهنگ کلا نیست شد. به زبانی بود، زبان از دست داد، فرهنگ از دست داد، همه از دست داد، دولت از دست داد. ما میگیم ما دولت نداشتیم 1000 سال، ما راهبری دولت نداشتیم شاید، اما دولت از ما بود. چون که فرهنگ از ما بود. یهودی ها 2500 سال نه دولت داشتن نه زمین داشتن، هیچی نداشتن، اما فرهنگ و سنت و زبانشون نگاه داشتن، مذهبشون نگاه داشتن، ولی 2500 امروز جهان در دست خود گرفتن. ولی این باید این از کجا موبل و تئاتر هم باید همین خیلی باید ما تبابت کنیم، نقشه‌های پولی این چیزا بگیریم، توجه زیادتر کنیم و بعد طلبات نسبت به هنری اصیلی در تئاتر زیاد شود، متخصصا زیاد کنیم. ما در ترز بودیم، یعنی تیرازی که قزاقستان سابق تیراز شهر امروز ترز جشنواره بود، سال 2016 بود اگر خطا نکنم، یا 15 یا 16 بود. رفتیم مثلا 534 کیلومتر از الماتا دور است شهر ترز. بله 534. اما عجیبی در اینش که در اونجا یک 12-13 نفر دانشجویای بخشی منقدی اکادمی دانشگاه هنری الماتا در اینجا حضور آورده بودند در این جشنواره. یعنی این مبلغ است، این خراجات است. همین دانشجوی سال 3 آوردن که ببینه جشنواره نمایش ها رو ببینه. به اونا وظیفه گذاشتن که مقاله نیست انا چگونه باید تربیت کرد. وادت پراتیکا این چیزی باید چیکار کنیم ما. همین داروها رو باید ما استفاده برای بله اینا باید مکتب کارگردانی جدی حرفه‌ای تئاتری
سینمای ما دولت علاقه داشتیم یا متخصصای ما باید متخصصای اصیل نخش تبار و یار جوره فرزند خدا متخصصای اصل بچهای بالای وقت گرفتن ما باید بفرستیم که اونا رفته خوانده اینجا آیند و کار کنن کادر شود بخواد. تازه میگن که اگر همین چند هنرمندی سرشناس که داریم همونها باید جایی برسند جای ها رو کی میگرفته باشد؟ همین چرا در شما هم بود؟ در زمان شما هم که این اگر و چراها نه اینکه در زمان ما چندین هزار سالها بود هست و خواهد ماند. این در زمان شما هم بود که اگر هنرمندان این چیزا بود هست و خواهد ها در هر زمانی درجه دارد مثلا در زمانی هست که خیلی زیاد میشه این وابسته به درجه و فضای فرهنگی همون جامعه محیط و فضا و محیط بسیار بله تاثیر می‌ذاره. به حد این محیط فضای جامعه فرهنگی جامعه این وابسته به اون است که همین اگر و چراها در یک وقت خیلی زیاد میشه در وقت خیلی کم میشه اما هست. وقتی که درد دل میکنه شما سال 2018 یک مقاله نوشتید در فرج نامش بابای برفی بیاید شعر تاجیکی هم میخوانیم درد دل شما بیاید از اینجا یک نافهمی برای من پیدا شد شما زیدی روسیدانی هستید یا اینکه زیدی نفرانی که یعنی سطحشون کم بالاست و فقط فرزندانشون رو در مکتب‌های روسی میگن. ها وقتی که من علم کردم همون وقت ما رفتیم من خودم بابای برفی بودم و خب این عنعنه شدگی ما برنامه سالی نبی میکردیم و میرفتیم به مکتب‌های باغچه‌ها و کودکستان‌ها و همین چیزها. وقتی من میرم میبینم کودکستان پر تاجیک است هیچ نفری روس نیست هیچ کودکی روس نیست اما میگن این روسی است کودکستان روسی است برای چی؟ برای روسی خب روسیدانی بخش روسیدانی تشکیل کنه یا که یک درسی روسی اما کودکستان پر روسی کردن چی معنی داره؟ اینو نمیفهمم و من دیدم که بیشتری کودکان میبرن تاجیک روسی میخوانن اون تاجیکی نمیدونه میگه نه تاجیکی نمیدونه بله و خیلی کم میدونه و امروز ما دیدیم که هویت ملی ما تا کجاست امروز ما و این خاطر امروز بین زبان دولتی ما با کجا رسیده از این بعد به من خیلی سخت رسید و همین مقاله نوشتم که این کاری کلا خطا چون ما معنون کودک روحن کودک دیگر میکنیم و ایران میکنیم چون که در اون باغچه همین تاجیکا همون مربیه و همون دایه‌هایی که هستن وقتی خشمشو میبره با تاجیکی در شمال قبیله میشه فقط با تاجیکی مثالش آوردگی همه کاری من و بعد چیزای رسمی شعرخوانی چیزای خوبه بر روسی کودک میگه پس تاجیکی من فقط برای همین چیز لازم بود تاجیکی برای حقارت برای داشتن همین این من ما روحن علاقه تاجیک من خورد می‌سازیم ما بچه‌های خودمون همین است این از درد دیگه ولی همین درد همین بود دیگر چیزی دیگر نبود. و فرزندانتون چی موندن میخواید از شما با چی موندن؟ نمیگم این فرزندان شرم ندارن آینده نامی من نگرفتن یادی من نکردن و شرم ندارن وقتی که نامبردارانمون مهاجر میشوند متاسفانه همین طور هم هست که اهل فرهنگ ما اهل زیای ما در مثال برزو عبدالرزاق خان در مثال دولت خدای نظران وقتی خدای نظران میروند از تاجیکستان بگوید که یکان بار در سر شما این فکر برآمد و سوالی در برای شکل کرد همین که همون رفتنها از همون رفتنها چی سود؟ و جز اینکه پرتافتیم رفتیم چی سود؟ خب اینا باید از همون نفرهای پرسید که ما رفتم من نمیدونم من چیزی گفتن نمیتونم مثلا من حالی خب 30 سالم به جای رسیده است که در این باره حتی فکر نمیکنم من کجا میرم دیگر مثلا و بعد نمیدونم شاید امکانات پیدا میشد نرفت من نمیدونم واجب من نمیخوام از خودم قهرمان شدم که نه من هیچ جا نمیرم من اینجا میمونم من فلان بسم الله نه این گپ خب هر چی که توانستم کردم هر چی که خواستم قدرت به توانایی کردم
وظیفه شهروندی خود و توجه انسانی خود در کردم و راستی من اونا رو قضاوت کرده نمیتونم چون در حالت اونها نیستم. یعنی در شما اگر امکانیت پیدا میشد یا اینکه برای رفتن نمیدونم من نمیدونم شاید اگر امکانیت نمیدونم یک چیزی شاید میرفتم من این چیز گفتن نمیدونم. در سر قبری بعضی ها سنگ میگذارن و سنه تولد و سنه مرگ با نام مناسبشون مینویسن. در بعض اهل فرهنگ اهل زیا یگان بیت یگان افاریزم مینویسن. همین هست. خدا نکنند این دنیا همین است، هممون میگذاریم. در سنگ مزار شما باید چی بنویسن؟ حالی از خودم فکر نکردم که در پدرم من نوشتم که مرا با خواهش خود نافریدن و هم با خواهش خود من نمردم.